از جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی سوبیکتونی که با زمین سر کار دارند. دیگر اینکه در برابر تهیه تفسیر اینچنین توصیه ها باید به تکمیل قانون جمهوری تاجیکستان درباره بهای زمین از جانب مرکز به انجام رسانده شد. این به اساس نیست، چون که مسئله درست قید کرده بهای زمین یعنی بهاگذاری کردن زمین در همین زمان معاصر یک ابیکتی یکی از ابیکت‌های مهمی در مناسبت‌های گراجدانی این زمین به حساب می‌رود، از جمله به اجاره سپردن زمین و به ضرر گذاشتن زمین. حالا علاقه مسئله خرید و فروش زمین به میان گذاشته شده است. از این خاطر ما قانون جمهوری تاجیکستان درباره بهای زمین را مورد آموزش علمی و حقوقی قرار دادیم، از جمله با نظرداشت قانونگذاری دولت‌های همسایه دور نزدیک و توصیه‌ها چون که قید کردیم 18 توصیه‌ها پیشنهاد شد، یعنی روی کار آمد که با مقصد تکمیلی همین قانون جمهوری تاجیکستان تا آنکه هنگامی همین بهاگذاری کردن زمین یعنی حفظ حقوق و منفعت‌های همین سوبیکت‌های در همین مناسبت‌های بهای زمین اشتراک می‌کنند حفظ کرده شود. آیا بخشش آیا همین قانون حقوقی همین شهروندان که قسم آسیب‌پذیر اهالی کشور مثلا در شرایط بعد زندگی می‌کنند که پستر زندگی می‌کنند، آیا حقوق آنها پایمال کردن نمی‌شود؟ چون که کشور ما بخشش کشور اگراری است، یک سطح زندگی مردم حالی هم به اون درجه لازمه رسیدگی نیست و قسم سرمایه‌دار، قسم اونایی که قدرت دارن چیز دارن زمین‌های صاحبی نمی‌کنن، آینده هم مردم دیگه که هم زندگیشون سال به سال یا روز به روز پس شده رفتن می‌گیره و فقط یک راه می‌موند، فقط رفته در زمین یا غلامی یا کار کردن، دیگه چیز نمی‌مونه. آیا این چیز نمیشه؟ این دیگر موضوع است. مسئله قانون درباره بهای زمین یک قسمت مسئله مثبت‌های زمین را تنظیم می‌کند. این برای این با کدکس گراجدانی و کدکس زمین جمهوری تاجیکستان عمل می‌کند که همونا علاقه وظیفه گذاری شدگی است درباره گوییم که گرچند همین کدکس زمین جمهوری تاجیکستان اگر نه قبول شدگی باشد، با نظر داشته که همین خیلی مناسبت‌ها در همین سمت مناسبت‌ها یعنی در سمت زمین سازی یعنی رشد می‌یابند، با علاقه به میان آمده است مسئله باز گوییم که در تحریر نو قبول کردن کدکس زمین جمهوری تاجیکستان. البته آن چیزی که وابستگی دارد به مقامات قانونگذار و به مؤسسه‌های علمی، وقتی که اگر فرض کردیم همین سندهای معیاری حقوقی و مرکز ملی قانونگذاری جهت گذراندن اکسپرتیزهای حقوقی اگر پیشنهاد شود، ما البته اون چینک‌هایی که ما داریم برای گذراندن اکسپرتیزهای حقوقی پیش از همه اونجا یک چند پرینسیپ هم پیش بینی شده است، از جمله پرینسیپ عدالتناک بودن، یعنی هنگامی حقوق رکنی، یعنی بین‌الملل گرفته می شود که هم منفعت‌های دولتی و هم جمعیتی و هم شخص‌های واقعی یعنی شهروندان جمهوری تاجیکستان. البته ما با نظرداشت همین پرینسیپ‌ها اکسپرتیزهای حقوقی خود می‌گذرونیم و قانون تهیه می‌کنیم و خلاصه حقوقی را پیشنهاد می‌کنیم و البته این همین با همین نظرداشت همین پرینسیپ این چنین هنگامی بررسی در دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بود تکمیل می‌یابد. در خود پارلمان کمیته‌های داخل‌دار البته منفعت‌های شهروندان بین‌الملل گرفته می‌شود. این نمی‌شود. سلامت باشید. سلام علیکم. خانم دعوت و مرحوم پایتخت در برابر فعالیت قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر امروز نوبسته قانون فعالیتش شروع دارد. میان جوانان جنایت‌ها خیلی زیاد شده است و نسبت به سال گذشته جنایتکاری زیاد شده است. در این مسئله چی گفته میتوانید؟ بعد سوال دیگر این است که چون به سامانه‌های اجتماعی وارد میشویم روزی نیست که مثال خبری متاسفانه خبری تجاوز به ناموس دختران نابالغ است. آیا قانونگذار یگان مثال پیشنهاد یا یگان علاوه ندارد به همون قانون و جزادهی که مثال جزای آنها پرزورتر کرده شود یا یگان چاره اندیشی شود؟ البته درست قید کردید.
متاسفانه هستند همین خیلی حالت‌ها در جامعه امروزه این البته خیلی نگران کننده است لیکن چنین جنایت‌ها و جنایت‌های کاتگوری وزین البته طبق قانون‌گذاری پیش‌بینی شده است یعنی جوابداری سنگین یعنی از همه وزین چون که دارم با حالت تجاوز و صادر شده نابالغ یک عمره از آزادی یعنی محروم گردید جنایتکار یعنی این شهادت اون رو می‌دهد که جوابداری یعنی قانون‌گذاری با تلفظ امروزه یعنی جواب است البته نه وابسته از این گرچند که اگر که همین خیلی جنایت‌ها زیاد باشد یعنی ما رو ضرور است که اینا که مؤسسه ما که مؤسسه علمی تحلیلی است اینها باید که مورد تحلیل و آموزش قرار داده شوند البته اینجا مسئول و نشستگیان سردارای شعبه‌ای که با همین قانون‌ها بواسطه قانون‌گذاری جنایتی سر کار دارن البته این تکلیف پشتیبانی شما رو نوشته میگیرن و در دایره نقشه‌های کاری خود و هنگام فعالیت کاری خود البته این تکلیف شما رو به نوبت میگیریم. سوال یکم مسئله صادر شدن جنایت لیکن این چون که قید کردیم مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند البته این قانون سری وقتی بود و نتیجه های خوب هم با میان آورد لیکن اینا باز دیگر مقامات های صلاحیت‌دار هست که مشغول است و وکالت دارند برای تحلیل وضعی یعنی بالاروی جنایتکاری من باوری دارم که اونها در نوبت خود اینا مورد تحلیل آموزش قرار میدهند یک خلاصه‌های داخل‌دار قرارهای داخل‌دار خود قبول میکنند. ما باید که بخشی کسبی بگذاریم چون که در دوران شوروی همه واسطه‌های استثمار عمومی بودن وظیفه هر شهر بوده خدمت کردن ارتش حاضر همه چی شخصی شده لیکن ارتش کس نمی‌کنه فقط باشه کاملا دفاع یگان باشه برام وزیر یگان مثلا رئیس استادی شو کنه می‌بینی ولی من خواهش می‌کنم قانون دیگه شود در رابطه با همین سوال هم هست آیا یگان قانون تهیه کرده نمی‌شود که اون نفرایی که خدمتچی دولتی در آینده می‌شوند یا که به وظیفه‌های دولتی یا که در مخصوصا ساختارهای قدرتی میروند به خدمت در سطح قوای مسلح و این ساختارها گرفته نشود این میتونست عمل چون که هیچ جای رفتن در کل دولتی دوست برابر ازبکستان چون قانون هست مردم خودشون میدارن ایدو میبینن کمال که و ارتش برای تشکر زیاد دو مبلغ هم میتونن سوال فهمو است اگر کسی باید باشه درست است در این سمت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان تدبیرها منتظم اندیشیده میشوند با مقصد همین رشد قانونگذاری ساحه مدافع از جمله اخیران ملاقاتی که سرور دولت با حربیان کشور داشتند مسئله جلبی یعنی فرزندانی شخصانی منصب و نفرانی که می‌باید بگوییم که در مقامات‌های حاکمیت دولتی و کار یعنی جلب کرده می‌شوند دستور سپارش دادند که به قانونگذاری تغییر الهه‌ها وارد کرده شوند از جمله و قانون کنستانی جمهوری تاجیکستان درباره سودهای جمهوری تاجیکستان درباره کدکس گمرکی جمهوری تاجیکستان بعد قانون جمهوری تاجیکستان درباره اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کورپسیا عموما دیگر مقامات‌های دولتی علاقه طبق همون دستور سپارش‌های سرور دولت نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه کرده بود و در اساس همین نقشه چاره‌بینی‌ها لایحه‌های قانون‌ها در همین سمت و ساحه‌ها آماده گردیدند از جانب مقامات وکالت‌دار و آنها با مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز وارد گردیده بودند و ما با آنها خلاصه حقوقی یعنی مثبت پیشنهاد کرده بودیم این قانون‌ها در ماه‌های نزدیک قبول می‌گردند و من بعد
ارزی باید کسی باشد. با همین ترتیب یعنی من بعد اگر فرض کردیم از جمله با قانون جمهوری ترکیه درباره خدمت دیپلماتی هم خیلی تغییرات وارد شده، یعنی این معنی اون رو دارد که من بعد اگر کدام شهروند جمهوری تاجیکستان یعنی جنسی مرد اگر خواهد که در فعالیت خدمت دیپلماتی یعنی در وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان یا اینکه غیر دیپلماتی سفارتخانه و دیگر نظام وقتی کار کنند و حتما باید که خدمت حربی رو ادا کنند. همزمان اینستیتوتی خدمت آلترناتیوی نیست با قانونگذاری علاقه این مثلا بررسی شده است ورود می‌گردد من بعد خدمت آلترناتیوی هم نیست پیش بینی می‌گردد در قانونگذاری. البته این مسئله یعنی مشکلی ها جای دارند لیکن نوابسته از این چاره‌های داخل دارند در سطح یعنی قانونگذاری اندیشیده شده است. تشکر. چشم بخشی استیلا کنم. سوال بنیاد منطقی بلند دارد. رحمت شما با قانونی که در اطرافش دارد قانون جمهوری تاجیکستان درباره خودداری عمومی حربی نوبت می شود. طبق طلبات میوری کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که طریق رایپرسی از جانب ما و شما قبول شده است، خودی شهروند جمهوری تاجیکستان با طور عمومی این قرضش است. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان وظیفه‌دار است که خدمت حربی را ادا کند. از دیگر نقطه نظر ما اگر گپ زنیم طبق طلبات سنده میوری حقوقی قانونگذار شهروند را موظف میکند خرج خودش را در نزد وطن به جا آورد. اون تشریحی که شما گفته ایستادید امروز در شرایط کنونی ما در قانونگذاری عمل کننده ابلاغی که شما میگویید چنین ابلاغ وجود ندارد. مقامات پروکاتورا همچون مقامات دولتی که ریایی دقیق و یقینی قانون را در حدود کشور برده دارند چندین دلایل جنایتی آغاز میکنند نسبت این مسئله. در حقیقت این چیز هم هست در ما شاید در بعضی محلات این چیز جای دارد، لیکن خوشبختانه وقتی آخرش خیلی که میبینیم حتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان در طی 2 سال آخر که سالهای طولانی شهروندان جوانان و از خدمت حربی دور می ایستادند با هر بهانه با طور اختیاری حتی در یک 2 روز و مقامات دولتی آمدن خودشان با خواهش خودشان فرضیتاً را اجرا کرده ایستادند نسبت خدمت آلترناتیوی. شما به نظر گیرید این چیز خدمت آلترناتیوی این خدمتی هست که پیش از ما با بودجه دولت علاقمندی خاص خود را دارد و ما باید به نظر گیریم حدودی دولت را حدودی سرحد را از اشکالی که شما گفتید ما زیاده از 1 میلیون دعوت شونده پیشنهاد کنیم. نمیدونم از کدام معلومات آماری شما به این صفر هست. به هر حال امروز من اندیشه میکنم که خوشبختانه شهروندان جمهوری تاجیکستان خصوصا جوانای ما آینده هم ممکن عادتی شود که من شخصا خدمت کرده بودم در شوروی با طور اختیاری رفتم در حدود کافکاس خدمت کردم. ونوتنی ویس امویدی اسیسیل میگفتن. این برای من شرف کلام بود. من بسیار چوی آموختم. لیکن امروز من دیسادم که شهروندای ما جوانای ما خواستن همین چیز بر افسادن. این چیز خوب است. ما هم خیلی اندیشه میکردیم که ارمیان نرویم خدمت نکنیم ما باید اویله‌دار نشویم. من اندیشه میکنم که شما محترم
نماینده‌های واسطه‌های اخبار عامه حضور دارید همین دستخطتون هم استفاده برید کوشش کنیم که این وطنی عزیز ما است این مردم باید همین چیز بر روان از یک طرف این چیزی تنقیدی باشد یا که ما بسیار وقتا طلب میکنیم لیکن دیگر طرفش هم اندیشه کردن در کار است در مجموع من فکر میکنم که این پروسس روی حل خودش رو در شرایط امروزی تاجیکستان یافته ایستاده است و آینده این چیز خوب میشه و امروز با معلومات شما من میرسونم که طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره صنعت معیاری خود لایحه قانونی نو امروز تهیه و پیشنهاد شده است بعضی نقطه‌هایی که شما گفتید در آنجا حلی مثبت خودشون رو یافتن که ما شما میدونیم که تو ممکن لایحه قانون و استاتوس قانون تبدیل نیابد از جانب مقام وکالتدار دولتی قبول امضا و انتشار نشود ما شما حقوق پیشروی گفتن نداریم